بسم الله الرحمن الرحیم. دوستا من که شما رو طریقه مقای پخته کدور یاد بیدم خواه. یک وقت چند در پیش کبابم بلدهشون پخته کده بودم خواه. این تا که مایی رو ما ورده تقریبا یک 12 کیلو شما کم آورده زیاد آوردید. باز دیگه اینمو مایی رو کسته ورده این ریزه کده نل کسته مشی خواه. البته مایی در مایی فرق منه، چند قسم مایی داریم و سایمان آورده خواه. دیگه شکست خوش نداره و ما نمخوریم. باز اینا رو کستم ریزه کده کستم مشی. وقتی که ریزه منید مشید با زمین چاقو بیزنید تا کم نازک شونه، خوب کسته پخته شونه، خوب مساله هم کسته بگیره. باز ما اینا مساله میزنینی کسته مچلی مساله یا فیش مساله رو کسته مورده دیگه این لیمبو سبز ورده دیگه این سرکه ورده. او کسته لیمبو رو میگیری از منش دو شاق منی، بس کسته شبقه منی رو ده منش از البته مقدس منی از لیمبو شبقه گر نداره. باز این مساله رو ده ڈبل پیگسته اون باز یک گنه چیزم کسته ای داره خنجره خو اسکیم خو باز اینایش خوب مساله بریانی استه مطلب مو اینی خالی کسته فیش مساله یا مو مچلی مساله یا مای مساله کسته مو اینجا میندازنی. از مو می لیمبویش کم زیادتر میندازنی خو چرا که هم خوشمزه ما هم خوشخور ما بعضی ها کسته مطلب مایی رو ده سختی مخوره. از او خاطر کسته باید لیمبو زیادتر چیز کرد تا که مزهش خوبتر باید کم ترش مایه خوشخور مایه خو. دیگه کم سرکه هم کسته قاطی منی چرا که سرکه کم نرم منه بلده مزی خارو گوشت مایی هم کسته کم چیز است نه مو بوی شرم کسته مو بره چرا که اینجا مایی تازه نیست. باز اینا خدا داره چند روز کسته مو منه کم کسته چیزه مشانه کم ذره کسته بوی میدیه. دوستایی که در کویچه مایی پخته کردن دیگه این رقم مساله میزنیم خب دیگه یک گنچه یک ساعت نیم ساعت کسته میلی دیگه اوی امو وقتی که موش این مایی رو باید اوش کم خشک کنه خب چرا که مساله کم خوب ترتر میگیره. دیگه شما رو گفته بودم باید مایی رو کم چک کنید چرا که مساله خوب بگیره امو خوب نازک شونه. چرا ما کم زیاد هم آورده بودی خب مایی رو شما شاید دلده خانه کم بره از مو میمان بود دیگه مطلب مایی زیاد آورده بودی دیگه مطلب اگر کم آورده بهتر تر پخته میشونه. چرا که زیاد کم تایم میلگه بله پخته کدوشی بله مساله دوشی دیگه شما کم آوردین بلده خانه خوب تر مایه و پخته کدور شروع منی اینی دیگه روغن هسته شما میگرنین دیگه کسته برای مچلی رشته زیاد نمیلی دور زیاد شور نمیدیم خب یک دفعه کسته یشتیم باز این درگه کسته پلچی میدی دیگه کسته تا خوب سرخ شونه. دیگه نه آماده شده دیگه بسیار خوشمزه دیگه خوش رنگ ذایقهش هم مگه بد نیه وقت چیست نکدم دیگه میتر مو
البته اول من دیگه دیگه چیز کردی باز این دیگ ناسوز است و کم میگرفته که موزیرش میچسبید دیگه باز مو دیگ چنج کردی بله از دیگ مفت شاید بهترتر پختش نه از کلانش کنه در بل دیمزی باز من ازیم که سو فرایم شه دمی یخیا دیگه مایی خوب میچسبه دیگه وقتشم خوش